اینجا چینه، جایی که مهندسی مرزهای ممکن رو جابجا میکنه. یکی از شگفت‌انگیزترین پروژه‌های مهندسی جهان داره دو شهر کلیدی استان گوانگدونگ رو به هم وصل میکنه از دل دریا. پل شنزن جانگشان. این پل ترکیبی از تونل زیرآبی، پل‌های معلق و گذرگاه‌های چند سطحیه. 24 کیلومتر مهندسی خالص. قبل از این پروژه رفتن از شنزن به جانگشان حدود 2 ساعت طول میکشید، اما با این ابرسازه فقط 20 دقیقه طول میکشه. و جالبتر این که تونل زیر دریا به طول 6 کیلومتر با سیستم‌های تهویه و ایمنی فوق پیشرفته ساخته شده تا حتی در شرایط اضطراری هم امن باشه. این فقط یک پل نیست، نمادی از آینده حمل و نقل، اتصال اقتصادی و جسارت مهندسی مدرنه. پل شنزن جانگشان بخشی از طرح بزرگ چین 2025 برای تبدیل کشور به رهبر جهانی تکنولوژی و زیرساخت. اگه عاشق مهندسی و ابرسازه‌هایی مثل اینی، این سفر رو از دست نده.